دقیقاً استخونای پام بیرون بود. خودم میدیدم. بیمارستان اولی که رفتیم گفتم باید قطع باشه. پام و استخونش رو میز چیت سر هم بعد گذاشتن تو پام. 27 بار 27 بار طی 4 ماه. تو عرض 1 هفته به اندازه 2 ماه پام تغییر کرده. این یه تصادفی کردم خیلی شدید. دقیقاً استخونای پام بیرون بود. خودم میدیدم. به چشم داشتم میدیدم. بیمارستان اولی که رفتیم گفتم باید قطع باشه. همه عیناً بهم نگاه میکردن میگفتن باید قطع بشه. خانواده‌ام اجازه ندادن. تا اومدیم تهران و خیلی مشکلات تا یه پزشکی قبول کرد که پای منو عملش انجام بده. چند بار عمل کردی دقیقاً؟ 27 بار. 27 بار عمل. 27 بار طی 4 ماه. تو 4 ماه. من خیلی عمل انجام دادم. از پای چپم گرفت برداشتن، از روش یه بار برداشتن، از بغلش یه بار برداشتن، از پای راستم یه بار دیگه گرفت برداشتن. پیوند پرده جنین انجام دادیم. بعد سلول بنیادی انجام دادیم. ولی دیگه به خاطر ضعف بدنی که داشتم دارو زیاد مصرف کردم و نمیتونستم دیگه، بدنم ضعیف شده بود و قبول نمیکرد. خب عملاش خیلی سنگین بود. خیلی درد داشتم. رفت آمد برام سخت بود. میومدم میرفتم. عملا دیگه زیاد شده بود. یه روز در میون میومدم، هر روز شستشو. پام عفونت کرد دیگه، روزی چند بار شستشو شد. شستشوش زیاد شد و دیگه دکترم گفت دیگه واقعا باید بری. اینجا رو معرفی کرد. اومدیم اکسیژن هایپروار. من واقعا تو 1 هفته باورم نمیشه انقدر تاثیر واقعا باورم نمیشه. قشنگ اندازه 45 روز 2 ماه تو 1 هفته پای من فرق کرده. تغییر داشته زخمم. شاید باورتون نشه خیلی فرق کرده. من دقیقاً از گرفت اولی که از پای چپم گرفتن 4 ماه داره میگذره. تو 4 ماه نصف زخماش خوب شده بود، یه تیکش مونده بود. ولی تو این یه مدت حدوداً 1 هفته‌ای که دارم میام دستگاه اکسیژن کل زخماش خوب شده. عفونتش خیلی بهتر شده. 2 ماه بود من وکیوم وصل بود به پام. الان تقریباً بازش کردیم. اون سمت شستشوش قطعه. دیگه فقط وکیوم انجام میده. عفونتش خیلی کم. تو 1 هفته عفونتش یه جور شد که دیگه اون شستشوه رو ندارم، فقط وکیومه. کلا الان خودت از نتیجه درمان کلا راضی؟ آره خیلی. بعد این همه درد، بیمارستان، عمل، هزینه‌اش، وقت، خیلی راضیم.